هیچ وقت برنده شدن انقدر سخت نبوده. چرا به نظر تو هر روز با انجام دادن این کار داری مغزتو نابود میکنی، تمرکزتو از بین میبری و سطح توجه تو هم میاری پایین تر. حالا چرا اینطوریه؟ چون که این کار باعث میشه که سطح تستوسترون تو بیاد پایین و وقتی که این اتفاق میفته احتمال موفقیت تو هم میاد پایین تر. حالا یه چیزی که هست، یه آدم معمولی تمرکزش از یه ماهی قرمز هم کمتره و تو داری با این آدم ها رقابت میکنی. حالا اگه یکم انضباط و اخلاق کاری داشته باشی باعث میشه که بتونی خیلی راحت از 90% آدم ها جلوتر بیفتی. قبل از هر چیزی باید بدونی که توانایی کنترل کردن تمایلاتت مستقیما با موفق شدن یا موفق نشدن تو رابطه داره. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی که تو اگه بتونی تمایلاتتو کنترل کنی به همون میزان میتونی به موفقیت بیشتری برسی یا برعکسش میتونی به موفقیت کمتری برسی. این موضوع یه موضوع خیلی ساده ایه. به خاطر همینم هست که تو باید تموم سعی و تلاش خودتو بکنی که بتونی به تمایلاتت مسلط باشی. همه اینا که تو یعنی بتونی به تمایلاتت مسلط باشی، چقدر به موفقیت برسی یا چقدر به موفقیت نرسی، همشون با غیر جنسی کردن مغزت شروع میشه. آره دقیقاً با غیر جنسی کردن مغزت که تو دیگه تحت کنترل مغز اولیت نباشی. امروز میخوام توی این ویدیو 6 تا از مراحلی رو بهت یاد بدم که باعث میشه ذهنتو غیر جنسی کنی و همینطور کنترل زندگی تو دستت بگیری. حواست باشه که اگه کنترل به ذهنت، بدنت و زندگیت داشته باشی این باعث میشه که به موفقیت هم برسی. و در واقع یه چیز دیگه رو هم بهت بگم، این که حالا این غیر جنسی بودن مغزت زیاد مربوط به خود رابطه جنسیه نمیشه ها، یعنی دلایلش زیاد مربوط به اون نیستن که حالا کلن بعدن بهشون مفصل‌تر میپردازیم. حالا بیاید وارد اصل موضوع بشیم. اولین قدم برای غیر جنسی کردن مغز چیه؟ اینه که تماشای پورن رو باید متوقف کنی. همین یه جمله ساده شاید خیلی پیش پا افتاده و ساده و عادی به نظر برسه ها، ولی اینو باید یادت باشه که 99% جوونا نمیتونن این کار انجام بدن، یعنی این اعتیاده رو نمیتونن ترک کنن. و یه چیزی رو هم بهت بگم اینه که باید بدونی پورن یکی از بدترین و مخربترین راه‌ها برای جنسی کردن مغزته. در واقع پورن واقعا مغزتو خراب میکنه و تمرکزتو هم میدزده. حالا شاید بگی که نه اینطوری نیست، اشتباهه. بیا از نظر علمی بهش نگاه کنیم. تحقیقات خیلی زیادی انجام شده که نشون داده که دیدن پورن باعث فرسوده شدن قشر پیشانی مغز ما میشه. حالا قشر پیشانی مغز دقیقاً اون قسمتی از مغزه که توی احساسات، رفتارا، انگیزه و اراده تاثیر داره و بخش خیلی 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 مهمی توی مغز به حساب میاد دیگه. حالا تو اگه بیای کلاً فیلم پورنو مثل یه کوه یخ در نظر بگیری، این اثراتی که به قشر پیشانی مغز میذاره فقط نوک کوه یخه. یعنی تو هر چقدر بیای پایین‌تر این عوارض و مشکلاتش حتی خیلی خیلی بیشتر از اینا هم میشه، چون در واقع پورن یه اثرات مخربش یه جورایی شبیه مصرف مواد مخدره و باعث کاهش تمرکز، زیاد شدن اضطراب و همینطور شروع و یا حتی تشدید افسردگی میشه. حالا شاید به نظر بیاد که این مشکلات کاهش تمرکز و افزایش اضطراب و اینا مشکلات خیلی بزرگی هم نیستن،
ولی در واقع اینا اولین مشکلاتش بود که من بهت گفتم. در ادامه مشکل توی روابط بلند مدت و توی روابط جنسی هم حتی مشکل ایجاد میکنه. جوری هستش که یه اپیدمی توی جوونا هست که مجددا تحقیقات نشون داده که میگه اکثرا به خاطر موضوع پورن توی روابط جنسی مشکل دارن، مثلا توی ارضا شدن. حالا اینطوریه که به خاطر تماشا کردن پورن کلا سیستم عصبیشون تغییر پیدا کرده. آره دقیقاً کلا سیستم عصبیشون تغییر پیدا کرده و این تغییر باعث شده که حالا این اتفاقات که مشکل توی ارضا شدن و اینا هست براشون پیش بیاد. یه جورایی اینطوریه که اینا اومدن خودشونو عادت دادن به تماشا کردن بقیه در حین رابطه داشتن، به جای اینکه بیان خودشون اونو تجربه کنن. و حتی این موضوع به جایی رسیده که کاربرای پورن خودشون گفتن که کمتر از زندگیشون راضین در برابر کسایی که پورن نمیبینن. خب پس اینطور شد که اولین قدم برای غیر جنسی کردن مغزت این بود که تماشای پورن رو متوقف کنی. بعد از اون میرسیم به مرحله دوم. توی مرحله دوم باید خودارضایی رو هم ترک کنی. من میفهمم که پورن یه مسئله اعتیادآوری شده و حتی شاید توی دنیای امروزی یه چیز عادی هم باشه و معمولی، اما خب چیز جالبی که هست هیچ چیز مثبت و طبیعی در موردش نیست و عواقبش هم عواقب خیلی خیلی بدیه. در واقع تو هر وقت که این کار انجام میدی یه دوپامین زیادی به سطح دوپامینت اضافه میشه، اما تو فقط ذهنت رو فریب دادی که به خاطر کاری که انجام ندادی به دوپامین بده و این دوپامینه یه دوپامین ارزونیه و برای تو هیچ گونه مزیتی نداره. حالا با این وجود چرا بعضی از جوونا بازم اینو ترک نمی کنن؟ به خاطر اینکه بهش معتاد شدن. آره دقیقاً اونا به این دوپامین ارزونی که به دست میارن مثل معتادایی که به مواد مخدر اعتیاد دارن اونا هم وابسته شدن به این موضوع و در واقع پورن و خودارضایی جز سخت‌ترین اعتیادا برای ترک کردنه. چرا؟ چون که اون دوپامین دیوانه کننده‌ای که بعد از هر بار این کار بهشون داده میشه غیر قابل ترکه براشون. حالا بیا خیلی سریع یه نگاهی به داده ها بندازیم. تو وقتی یه برگر خوشمزه میخوری سطح دوپامین 100% میاد بالا. حالا اگه یه سیگار بکشی سطح دوپامین 200% میاد بالا. و جالب اینه که بعد از پورن و خودارضایی سطح دوپامین تا بیشتر از 250% میاد بالا و دقیقاً این همون دوپامین ارزون و بی ارزشیه که قبل تر بهت گفتم. حالا فقط یه تفاوت کلیدی هست. تفاوت چیه؟ اینه که چون که پورن و خودارضایی باعث میشه که سطح دوپامین تو به شدت زیر سطح پایه بیفته، باعث میشه که بعد از انجام این کاره به شدت بیحالی، خستگی و کسلی بیاد سراغت و این همون منحنی نمودار دوپامینیه که از مواد مخدر به دست میاری. پس حالا اینجا یه سوال اصلی پیش میاد، اینکه چطوری میتونی این عادت رو ترک کنی؟ در واقع اعتیاد به پورن و خودارضایی هیچ ارتباطی، تاکید میکنم هیچ ارتباطی به مسائل جنسی نداره. شاید براتم جالب باشه ولی واقعا هیچ ارتباطی به مسائل جنسی نداره و ما دقیقاً اینجا میرسیم به سومین مرحله از غیر جنسی کردن مغز که چیه؟ چیزی نیست جز هدف. دقیقاً چیزی نیست جز هدف. یه تحقیق و مطالعه اومدن انجام دادن برای اینکه ببینن حالا اون مورد اصلی که باعث این اعتیادا و این مشکلات میشه چیه. ولی جالب اینجا بود که هیچ کدوم از مسائلی مثل مشکل توی کودکی یا میل جنسی فوق‌العاده و هزار تا از این داستانا هیچ کدومش نبود و در نهایت فقط رسیدن به همین موضوع هدف که اگر تو توی زندگیت هدفی نداشته باشی
که به سمتش بری و براش تلاش بکنی باعث میشه که درصد گیر افتادن توی این مشکل چندین درصد افزایش پیدا کنه. حالا خبر خوبی که اینجا هست اینه که این مشکل قابل حله. هر مردی باید یه هدف یا یه ستاره توی زندگیش داشته باشه که بتونه به سمت اون حرکت کنه و براش تلاش کنه. در واقع شما اگه بدون هدف باشی و زندگی تو بدون هدف ادامه بدی، احتمال اینکه توی این مشکل گیر کنی خیلی زیاده. از بچگی بهمون میگفتن که درس بخون، تحصیلات دانشگاهی داشته باش، یه کار دولتی اداری داشته باش و اینطور حرفا. ولی در واقع همش این نیست. شاید کسی دوست داشته باشه یه کسب و کاری راه بندازه و یا هر کار دیگه‌ای که قبلا توی ویدیوهای قبلی در موردشون خیلی براتون توضیح دادم. و اینجا فقط مهم اینه که تو باید یه هدفی توی زندگیت داشته باشی که برای اون هدف تلاش کنی، به سمتش بری، براش بجنگی و در نتیجه باعث میشه که خیلی کمتر دچار این مشکل خیلی زیاده امروز بشی. حالا تو به اون هدف نیاز داری برای اینکه به این مشکل کمتر دچار شی. ولی یه موضوع و یه سوال اینجا پیش میاد دیگه. حالا اگه با وجود هدف بازم اشتباه کنی چی؟ خب ما 3 تا از مراحل غیرجنسی کردن مغز رو گفتیم که سومیش هدف بود. حالا با وجود هدف امکان داره تو بازم اشتباه کنی. چرا اینطوریه؟ چون یه سری محرک ها هستن که باعث میشن تو رو بازم به اون سمت بکشونن که ما اینجا میرسیم به 4مین مرحله است غیرجنسی کردن مغز. 4مین مرحله چیه؟ اینه که پورن نرم نبین. دقیقاً موضوع اینه که پورن نرم هم مثل پورن اصلی میتونه باعث ایجاد مشکل بر تو بشه. در واقع تو هر جایی رو نگاه کنی الان دخترای نیمه لخت رو میبینی، توی اینستاگرام، توی تیک تاک و هزار تا جای دیگه. و الگوریتم اینا هم اینطوریه که اگر چند موردش رو نگاه کنی الگوریتم میفهمه که تو به اینا علاقه داری و خیلی بیشتر بهت نشون میده. پس برای اینکه دوچار این مشکل نشی بیا همه آدم‌ها و دخترایی که مدلن و یا توی این هیتا دارن فعالیت میکنن رو آنفالو کن، چون که اینا فقط آینده‌تو خراب میکنه و تمرکزتو ازت میگیره. در واقع خیلی وقتا تو همینطوری یهویی تصمیم نمیگیری به دیدن پورن. یه سری محرک‌ها هست برای اینکه تو رو مشتاق کنه به این موضوع که یکیش همین پورن نرم بود که بهت گفتم. یکی از کارهایی که میتونی براش انجام بدی اینه که پورن نرم نبینی و اگه اینستاگرام یا فضای مجازی برای تو توی قسمت اکسپلورت یه وقتی از این موضوعات آورد، تو فقط دکمه علاقه ندارم و کلیک کنی که الگوریتم رو جوری تربیت کنی که برای تو دیگه اینجور مسائل رو نشون نده. قدم بعدی یعنی 5مین مرحله از غیر جنسی کردن مغزت اینه که مغزت رو عادت بدی که لذت رو دیر تجربه کنه. یعنی اینطوریه که اگه مغزت به دوپامین ارزون مثل همون پورن و خودارضایی عادت بکنه، باعث میشه که دیگه کارهای سخت رو نذاره انجام بدی و همینطور توی انجامشون هم اختلال برات ایجاد کنه. حالا میایم میگیم که چیکار کنیم؟ اصلا چجوری؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه تو به جای اینکه توی بیرون دنبال دوپامین باشی و دنبال عاملی باشی برای اینکه دوپامین تو ببری بالا، بهتره که داخل خودت رو نگاه کنی. خب حالا میپرسین یعنی چی؟ اصلا چطوری؟ بیا برات توضیحش بدم. 99% آدما دنبال خوشحالیه و حالا این خوشحالیه رو از چیزهای خیلی مختلفی میتونن بگیرن. از خوردن یه شکلات ساده بگیر تا کارهای خطرناکتری مثل پورن. ولی در واقع تو نباید اینطوری باشی. حالا من بهت نمیگم که همه منابع دوپامین بیرون و کلن حذف کن از زندگی تا نه اصلا، ولی بیا نگاه کن ببین چه چیزایی برات خوبه و چه چیزایی بهت ضرر میرسونه. اونایی که بهت ضرر میرسونه رو سعی کن که از زندگیت حذف کنی و اونایی که بهت چیزای خوب میرسونه رو توی زندگیت زیادترشون کنی. من خودم هر از چندگاهی میام یه سمزدایی دوپامین انجام میدم. حالا این چطوری هستن؟
اینطوریه که تو میای یه مدت کوتاه، مثلا 24 ساعت یا نهایتا 72 ساعت هیچ کاری نمی‌کنی. بدون غذا، بدون موسیقی، بدون کتاب، بدون گوشی و حتما بدون پر. و سعی میکنی که بدون اینا هم آرامش و حس خوشحالی رو داشته باشی. این باعث میشه همونطوری که تو از اونا مثل غذا، گوشی و این چیزا دوپامین و حس خوب دریافت میکنی، باعث میشه که تلاش کنی از کارهای سخت و بدون اینا هم اون حس خوبه و اون دوپامین زیاده رو دریافت بکنی. ببین در واقع دوپامین هیچ چیزی نیست به جز یه سیستم پاداشدهی. در واقع مغز تو اینطوری رشد کرده که کارهایی که به نفع زنده موندنته رو با این سیستم پاداشدهی تقویت کنی. پس حالا به جای اینکه تو دنبال اون دوپامینه بیرون باشی، بهتره که سعی کنی این حسه و حال خوبه و دوپامینه رو داخل خودت پیدا کنی. این باعث میشه که به سمت هدفات بری و کلاً مسیرت با هدفات همسو بشه. و میرسیم به نکته آخر، نکته ششم. برای غیر جنسی کردن مغزت هیچ چیزی نیست جز اینکه دست از دنبال کردن دختر رو بردار. دقیقاً همین موضوع. ببین تو تا وقتی که داری دختر رو دنبال میکنی نمیتونی اون تمرکز واقعی تو روی خودت و هدفات و کارات بذاری. ولی در واقع اگه بیای تایم تو برای خودت بذاری، هدف تو به اول برای خودت بذاری و خودت رو کامل کنی و زمانی که به یه مرد کاملا ارزشمند تبدیل شدی، خود دختر رو میان دنبالت. اما تا قبل از اون این کار تو فقط وقت تلف کردن و تایم ندادن و اولویت نذاشتن برای خودته، مگر در صورتی که اون دختر واقعا یه دختر خاص باشه که تو قراره باهاش ازدواج کنی. در غیر این صورت اول اولویت و تمرکزت روی خودت باشه، بعدش بیا تمرکزتو بذار برای دنبال کردن دختر. حالا اصلا چرا دنبال کردن دختر رو توی این مرحله اشتباهه؟ به خاطر اینکه تو حتی اگه به صورت خیلی معجزه‌واری اون دختر با کیفیت رو بتونی جذب کنی، در هر صورت باید براش وقت و تایم و انرژی بذاری و این کار باعث میشه که وقت و انرژی تو از دست بدی و شاید در نهایت به اون نتیجه‌ای که میخوایم نتونی برسی. حالا من اصلا به اینجا منظورم این نیست که آدم ضد اجتماعی و خیلی عجیب غریب و اینطوری بشی، نه اصلا. من هدفم و منظورم اینه که تو اولویتاتو برای خودت مشخص کن. ببین که آقا اولویتای زندگیت به چه صورتیه، به ترتیب اولویتات جلو برو، نه اینکه از این شاخه به اون شاخه بپر، امروز این تصمیم فردا فلان تصمیم. قشنگ اولویتاتو برای خودت مشخص کن، هدفاتو مشخص کن و به ترتیب اگر انجامشون بدی مطمئن باش که به همه یه چیزایی که توی زندگی میخوای میرسی و تایم و وقتم برای همشون پیدا میکنی. و اگه بخوام در پایان ویدیو یه جمع‌بندی برات بکنم، اینه که تو به 1-2 سال تمرکز روی کارهای خودت احتیاج داری. یعنی 1-2 سال تمرکز کامل تو میذاری روی کارات، بعدش دوباره به زندگی عادیت برمیگردی. ولی قبل از اون باید حواست باشه فکر کنی ببینی این فداکاریه رو میتونی انجام بدی یا نه. اگر این کار رو انجام دادی و 1-2 سال سخت و با تمرکز رو گذروندی، بعدش وقت برای همه اون کارا داری. اما اگه غیر از این باشه، نمیتونی تمرکزتو کامل روی کارات بذاری و واسه یه چیزای مهمم نمیتونی برنامه ریزی کنی. پس خودتو جمع جور کن، اولویت‌ها و هدف‌های زندگیتو مشخص کن، تموم تمرکزتو بذار روی اولویتات و دونه دونه انجامشون بده. اینطوری باعث میشه که خیلی راحت به همه اون چیزایی که میخوای برسی. اینو یادت باشه که هر روز یه فرصت جدیدیه برای رسیدن به رویاهات. پس سعی کن که این فرصت ها رو از دست ندی. مرسی ازت که تا اینجای ویدیو با من بودی. نظر تو برام حتما کامنت کن و اگه ما رو هنوز سابسکرایب نکردی، سابسکرایب هم یادت نره. مراقب خودت باش. خدا نگهدارت.